رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می گفت الکذب یسود الوجه و النمیم عذاب القبر. دروغ گفتن رو را سیاه می کند، ولی خبرکشی اکثر عذاب قبر از خبرکش هاست. کسی در حیات دروغگو است، خانه قبر و روز قیامت چهره را سیاه می کند. ولی کسی در دنیا خبرکش و خبربر است، اینها را پیامبر گو اکثر عذاب قبر از حساب این است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگو لا یدخل الجنت النمام، فی روایت قطات، داخل جنت نمی شود یا بوی جنت به مشامش نمی رسد آن کسی که در حیات خبرکش است.